همیشه یاد کردیم از ورزش افغانستان، از قهرمانای طلایی افغانستان و قهرمانانی که سفیران صلح افغانستان از به خاطر افغانستان عرق‌ریزی میکنند و رقابت‌های خوب انجام دادن. بابت ای که بتونن پیشرفت‌های داشته باشن و از تجارب بزرگای ورزش جهانی و همچنان از افغانستان استفاده بکنن، فدراسیون ملی کشتی افغانستان همچنان دست به کار شدن به خاطر ای که انتقال تجربه یافت بکنن در قسمت ورزش کشتی افغانستان و بعضی از مربیای خارجی را دعوت داشته باشه. در این سلسله فدراسیون کشتی افغانستان از جناب محمد رضا آتود، مربی از کشور ایران، از کشور همسایه ما، دعوت کردن که تقریبا بیشتر از یک هفته یا 2 هفته میشه که در کشور ما به سر میبرن، سمینارهای داشتن و گپ و گفته همچنان در قسمت ورزش کشتی افغانستان با ورزشکاران ما و همچنان با مربیان کشتی افغانستان داشته. امروز افتخار حضور آقای آتود را و همچنان از محمد یونس حیران، سکرتر ژنرال فدراسیون کشتی افغانستان را در برنامه سلام صبح بخیر دارم. با اونا هم کلام میشیم و گپ و گفته خواهد داشتیم. سلام بر شما و خسته نباشین. صبحتان بخیر. خیلی خوش آمدین به افغانستان آقای آتود. سلام علیکم. بنده عرض ادب سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم شما. امیدوارم که ایام روزگار بر شما خوش باشید. بخیر و عزت باشین. خیلی خوشحال هستیم که شما را داریم در برنامه سلام صبح بخیر و من قلبا سپاسگزار هستم از اینکه در افغانستان آمدن، به خاطر اینکه روی ورزش افغانستان هم تمرکز داشته باشین و خیلی خوشحال هستم که شما را دارم. امیدوار هستم که این لحظاتی که سپری شده این چند روز در افغانستان خوش گذشته باشه ان شاء الله. بله حتما همینطوره. مردم مهمان نواز افغانستان انقدر با محبت و مهمان نواز هستن که بنده احساس غربت نمی کنم و احساس میکنم که از یه خانه به یه خانه دیگه اومدم. قربانتان. افغانستان خانه مشترک ما و شما هست و همیشه افغانستان افغانا آغوشش باز بوده به مهمانایی که از کشورهای همسایه و کشورهای دوردست به افغانستان می. همیشه از مهمان نوازی افغانا همیشه شنیدین، ان شاء الله که دیگه باشین. و آقای حیران شما را خوش آمدید میگم. خیلی خوشحال هستم که شما را داریم. قربانتان شما. عرض درود و سلام برای شما و دستاندرکاران و بینندگان خوب تلویزیون ملی داریم. در خدمت صحت و سلامت باشین. قربانتان سلامت باشین. آقای آتود، ما میخوایم در رابطه با سفرتان بشنوم. چطور گذشت سفر در چند روز؟ شما یاد کردین از مهمان نوازی افغانا. همیشه ما خودمون شنیدیم که خارجی ها یاد میکنند، کسانی که خارج از مرزهای افغانستان از کشورهای همسایه. از سفر چکرتان به ما بگین، به افغانستان چطور گذشت؟ بله. کجاها رفتین؟ بله. ارزم بزرگ شکر بنا به دعوت فدراسیون پهلوانی افغانستان بنده دعوت شدم که جناب یونس ایران بیشترین بذل و محبت رو به ما داشتن که ترتیب این سفر رو دادن و بنده تو طول نزدیک به 1 ماه که اینجا هستم بیشتر در کلوب ها و سمینارهایی که برگزار کردیم در زمینه داوری و مربیگری الحمدلله به اهدافی که میخواستیم در این کوتاه مدت رسیدیم و فقط تنها 1 سفر من به پروان داشتم. انشالله اگر در صورتی که برنامه مستجل بشه انشالله سفرهای دیگه به شهرهای دیگه و اصولان دیگه برای توسعه و بسته کشی خواهیم داشت. خیلی خوب. ورزش افغانستان را در کجا یافتید؟ ورزش افغانستان من تخصصی در مورد پهلوانی صحبت بکنم چون اشرافیت فقط بر پهلوانی دارم. پتانسیل این ورزش در کشور شما بسیار بسیار بالاست و به طوری که به جرئت میتوانم بدونم بدون اغراق، بدون تعریف و تمجید میتونه به استانداردهای بین‌المللی برسه و پرچم شما در میادین بزرگ بین‌المللی و آسیایی و جهانی درخشش داشته باشه. فقط مشکلی که هستش یک مقدار به لحاظ فنی یا یک مقدار فاصله‌ای که در رقابت‌های بین‌المللی ایجاد شده، یک شکاف ایجاد شد که انشالله با تدابیری که فدراسیون داره و جا داره از جناب آقای رحمانی اینجا تشکر بکنم که بسیار تلاشگر و زحمتکش هستن، همچنین کادر محترمشون که واقعا عاشقانه و صادقانه دارن تلاش میکنن و امیدوارم که بتونیم کشتی این کشور رو به اون چیزی که حقشه بهش برسه. خیلی خوب. آقای آتود، همیشه ما وقتی یک جای دور باشیم، یک کشور یا یک منطقه را یا یک بخشی از ورزش را ما به یک قسم دیگه میبینیم. حال فعلا آمدن از نزدیک ورزش کشتی افغانستان را مشاهده کردین. چه چیزی در ذهن داشتین که تغییر کرده باشه داخل افغانستان وقتی دیدن از باشگاه‌های داخلی افغانستان؟ شما دیدن کردن با قهرمانای افغانستان از نزدیک دیدن کردن، با حال هوای ورزشی افغانستان همچنان شما آمدین اما حال هوا را داشتین، دیدن از کلب‌ها و باشگاه‌ها
با قهرمانا همو حس داشتین که ایجاب اونا داشتن؟ بله. قبل از اینکه من به کشور افغانستان بیام برداشتم این بود که یه سطح بسیار ضعیف یا بسیار متوسطه و حتی وقتی که با دوستانم مشورت میکردم اونا میگفتن مگه افغانستان کشتی داره که دارید میرید، جایی میرید که شاید اتلاف وقت باشه. ولی وقتی که اومدم دیدم که تصوری که سایرین یا خود بنده داشتم کاملا غلط بوده و الحمدلله پویا و فعال کشتی در این کشور و الحمدلله تو هر کوچه و خیابون و برزنی که ما میریم کشتیگیرا رو میبینیم و نشون میده که جامعه کشتی جامعه بسیار بزرگه و حضور بیش از 300 کلوب کشتی نشون میدن اینه که این ورزش بسیار بسیار بسط و گسترش داره و الحمدلله ورزش شما پهلوانی هم بسیار جایگاه بالایی داره، هم رزومه و تاریخ بسیار خوب داره، پیشینه خیلی خوبی داره و یقینا این ورزش اینو توانو داره که انشالله بتونه رشد بکنه، انشالله با مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح و دقیق‌تر انشالله این اتفاق خواهد افتاد. خیلی خوب خیلی خوب. حیران صاحب از شما میشنویم چطور گذشت سفر آقای آتود با شما، کجا رفتین؟ اونا گفتن که ولایت پروان رفتن، در داخل کابل کجا را دیدین و کدام باشگاه ها رفتین؟ سلامت باشین. آقای آرتود یک سفری را که داخل افغانستان داشتن، یک آدم بسیار علاقمند و عاشق ورزش پهلوانی هستند. ما برای تمام زونای شهر کابل دو نوع در دو بخش سیمینار گرفتیم. یک بخش برای داورا گرفتیم، یک بخش برای مربیا گرفتیم که تمام 5 زون شهر کابل از بخش داورا و حکمای ما سیمینار دیدن و در 3 ولایت ما که ولایت پروان، پنجشیر، کاپیسا در پروان جابجا شده بودن و 3 ولایت خودم اونجا خواستیم که برشان ما سیمینار گرفتیم، از قوانین و مقررات جدید آگاهی حاصل کردن و شبانه 2 کلاب 3 کلاب ورزشی پهلوانی را ما همراه استاد می رفتیم. تمام ورزشکارای نوآموز و ورزشکارایی که شامل هم کلاب می بودن برشان همی سیمینار و عملی تمرینات برشان استاد تا 11-12 بجه شب ما همیشه اکثری کلاب ها را همراهشان تمرینات داشتیم و گشت و گذار کردیم که چون و از استاد تشکری میکنم که شبانه روزی بدون خستگی گام به گام همراه ما رفتن و ورزشکارای ما اگر مربیای ما کمی خوابیدن بودن بیدارشان ساختن. خب خیلی خوب. در قسمت مربیا شما یادآور شدن حیران صاحب، من میخوایم از آقای آتود بشنوم در قسمت مربیای ما، مربیایی که در بخش کشتی اونا کار میکنن، نظرتان چی از کارکردهای اونا را شما بررسی کردین، دیدین از نزدیک؟ بله البته این شوق و هیجان و تلاش اونا که قابل ستودنی است و واقعا میتونم بگم که یکی از نیروهای محرکه این ورزش مربیان و لیدرها هستند. ولی باید اذعان بکنیم که یک مقدار فاصله به لحاظ علمی وجود داره که و تکنیکی که انشالله اونم با تدابیری که وجود داره و برنامه‌ریزی که شده انشالله این فاصله و شکاف کم بشه و سطح علمی و عملی انشالله مربیان بالا بره تا بتونه انشالله به اون استانداردهایی که در سطح بین‌المللی هست انشالله برسن. خیلی خوب خیلی خوب. بس قهرمانای افغانستان همیشه میان در کشور ایران تمرین میکنن یا رقابتایی که بوده در کشور ایران اینجا آمدن، چی فکر میکنی کجای کار خالیگاه وجود داره که زیادتر پرکاری بکنه بچهای افغانستان؟ ما باید اولین کاری که بکنیم بسط و توسعه کشتی رو در سطح کل کشور قرار بدیم. تا اونجایی که من متوجه شدم بسیاری از استانها یا ولایت‌ها در ضمن کشتی فعالیت نمی‌کنن و این نشون میده که ما نتونستیم از جمیع نیروهای یک کشور بهره برداری بکنیم. و دوم اینکه سطح علمی مربیان رو ما باید بالا ببریم و سومین کاری که باید بکنیم تفکیک بین مربیا و داورانه. یعنی هر کدوم اینا یک رشته تخصصیه که الان ما میبینیم مربی‌ها زحمت میکشن در امور داوری هم تلاش میکنن، ولی انشالله پیشنهادی که ما به فدراسیون دادیم و مورد توجه قرار گرفته اینه که
رشته داوری و رشته مربیگری از هم تفکیک و مجزا بشه تا انشالله در دو تخصص جداگانه فعالیت بکنن. برگزاری لیگ باشگاهی و لیگ سراسری کشور یکی از جریاناتیه که در تمامی رشته‌های جهان، در تمامی رشته‌ها در کشورهای مترقی برگزار میشه. امیدوارم که بتونیم با هماهنگی فدراسیون بتونیم لیگ سراسری هم در سطوح استانی کابل و هم در سطوح کشور برگزار بکنیم تا کشتیگیران نه تنها تو یک مقطع بلکه در یک فصل یا دو فصل درگیر باشن و وزنشون و بعدشون رو به ایدئال و نرم‌های ایدئال برسونن. خیلی خوب، خیلی خوب. شما گفتن که از باشگاه‌های داخلی افغانستان همچنان دیدن کردن، به خصوص پایتخت افغانستان کابل. مهمترین و جالبترین نقطه ای را که شما دریافتین چی بوده؟ والا شروع هیجان و عشق و علاقه و میل به جنگندگی، میل به مبارزه‌گری و قدرت بدنی اینها واقعا ستودنیه. با اینکه در بسیار باشگاه شاید امکانات ایدئال نباشه ولی با این حال خم به ابرو نمیارن و مشکلات رو نمیشمرن و با تلاش و زحمت چه مربیان چه کشتیگیران فعالیت میکنن و این خیلی جالبه که کشتیگیران یا جامعه ورزش کشتی قانع هستن، یعنی به کمترین محبت هم اینا قانع هستن و کار میکنن و انشالله من فکر کنم که باید یک مقدار استانداردها رو بالا برد تا از آماتوری ما به حرفه‌ایگری رو بیاریم انشالله. خیلی خوب، خیلی خوب. حیران صاحب، سمینارهایتان تا چند روز دیگه طول خواهد کشید؟ سمینارهای ما خب امروز هم فکر میکنم که یک سمینار ما داریم. خیلی خوب. و استادم اقامهشان به پایان رسیده، اگر بتانیم تمدیدش بکنیم، اگر نه که برن دوباره دعوتش میکنیم. به خاطر مسابقات تیمای ملی ما نزدیک از زیر دست است که در کنار ما باشه. چند روزی که در کنار ما بودن، یک ماه بودن، ما فکر کردیم که 3 روز همراه ما تیر کردن. حتما زیاد مصروف بودین. به خاطر مصروفیت بسیار برای ما مفید بوده و ورزشکارای ما راحت بوده از سوالایی که می داشتن، یگان مشکلاتی که می داشتن، هم دیگر پذیری که نداشتن، همه را استاد همراهشان صحبت کرد و قناعت دادشان. در بعضی جایا و بعضی مسابقاتی که ما در زونا داشتیم، مشکلاتی که داشتیم، استاد بذات نشد یک روز لباسای داوری را پوشید، خودش داوری کردن در مسابقات. مشکلات ما را تا جای بسیار رفع ساختن. ما امیدوار هستیم که در مدت همراه ما همکار باشن و در کنار ما باشن، بهتر خواهد شد. خیلی خوب. آقای حیران، فدراسیون کشتی افغانستان زیادتر نیازمند کدام موارد بود که زیادتر شما یادداشت گرفته باشین و را هایلایت کرده باشین نزدتان که با آتو صاحب شریک ساختین و روش کار کردین؟ ما بار در برنامه های شما و دیگر تلویزیون ها کشته بودم. همیشه تقاضای جمنازیوم کشتی را داشتیم که الحمدلله در این اواخر جمنازیوم کشتی به دسترس ما قرار گرفته. خیلی خوب. که از او قسمت ما مشکل ما رفع شده. فقط ما ارتقای ظرفیت مربیای ما و داورای ما که بتانیم ما داورای خود و مربیای خود ارتقای ظرفیت بدیم که اینا در کلینیکا و برنامه‌های خارجی برن یا یگان مدرس خارجی مثل آقای ارتود داخل کشور بیان، ارتقای ظرفیت شه با قوانین و مقررات آشنایی کامل پیدا بکنن. درست. آقای ارتود، در کشتی 2 مورد است. یکی زور که قوت داشته باشیم، زور باید داشته باشیم، یکی هم تکنیک و تکتیکی باید نفر پیش بره. در افغانستان کدامش را یافتیم؟ قدرت. کشتیگیران افغانستان بسیار قدرتمند هستند، یا به خاطر فیزیک بدنی یا آب و هوای خوب یا تغذیه مناسب، به هر صورت قدرت بدنی خوبی دارند، به طوری که در کشتیگیری شهامت و شجاعت رو دارند و همونطور که جناب آقای حیران هم فرمودند مشکل فقط تکنیکی و عدم روابط بین‌المللیه. هر چقدر روابط تقویت بشه فاصله و شکاف‌ها کم میشه و یک بخش تکنیک، یک بخش اعتماد به نفسی که ایجاد میشه، چون وقتی فاصله ها زیاد بشه اعتماد به نفس ورزشکارا هم کم میشه. ولی هر چقدر روابط یا اردوهای تمرینی در کشورهای صاحب نام ایجاد بشه، من مطمئنم هم بار روانیشون کاهش پیدا میکنه و همین که به لحاظ تکنیکی میتونن به اون استانداردهایی که در سطح جهان هست برسن.
من این مژده رو به شما بدم که شما فاصله زیادی با کشتی جهان ندارید، چون اولین چیزی که نیازه کمیته. شما به لحاظ کمیت فوق العاده زیاد هستید، یعنی از لحاظ تعداد خوبه. وقتی کمیت زیاد شد اتوماتیک کیفیت هم در دلش در میاد و این نشون دهنده که شما بستر رو دارید، یعنی شرایط پیشرفت رو دارید و الحمدلله جناب یونس ایران اشاره کردن کمپ تیم ملی که محبت کردن این فدراسیون تونستن تهیه بکنن، داره یکی از کمپ های خوب شاید منطقه باشه، نه تنها کشور بلکه منطقه باشه، به طوری که سطح فضای تشک کشتی، فضای بهداشتیش و امکاناتش فوق العاده به استاندارد میرسه و این نوید خیلی خوبیه که ما میبینیم روند رو به رشد کشتی داره. من در حال حاضر که نگاه میکنم در تمامی ردای سنی مسابقات انتخابی و قهرمانی کشور داره برگزار میشه، اهم از نوجوانان، جوانان و امیدها و بزرگسالا، که این نشون میده که فدراسیون در تکاپو هستش که بتونه چهره‌های نخبه رو در سایر ولایات و کابل پیدا بکنه و بتونه برنامه‌ریزی حرفه‌ای برای اردوهای تیم ملی بکنه. میشه گفتش که یأس و ناامیدی بیهوده است و باید تلاش کرد، هرچند راه سخت و پرتلاش رو پیش رو داریم. خیلی خوب. اینجا با چند شیوه محلی ما هم کشتی داریم، با شیوه های مختلف هسته که برگزار میشه. شما هم کشتی محلی ما را مشاهده کردین؟ بله. نظرتان میخوام در رابطه با کشتی های محلی ما هم داشته باشیم و در قسمت کشتی آزاد و فرنگی که ورزشکاران ما رقابت میکنن. بله. همیشه کشتی های محلی بستر و پشتوانه های ورزش های کشتی آزاد و فرنگی بوده، به طوری که اتحادیه جهانی کشتی به این موضوع متوجه شده و الان اومده تمامی ورزش‌های محلی رو تحت پوشش خودش قرار داده. لذا بودن کشتی‌های محلی هم یک فرهنگ، هم یک ورزش، هم نگه داشتن تاریخ و هویت قومی و محلیه. این که دیگران بعضیا احساس میکنن باید کشتی آزاد فرنگی باشه، این فکر باطلیه، بلکه باید کشتی قومی محلی باشه که این فرهنگ، این آداب، این سنن که از گذشته بوده همچنان حفظ بشه، چون ما یه افرادی هستیم که باید آیین و فرهنگ اون حفظ کنیم و در ضمن اینها خودشون پشتوانه‌های میتونن کشتی آزاد و فرهنگی بشن. من مثالی بزنم، در کشور خودم مشهد یا مازندران که دو قطب کشتی کشور ما هستن، اغلب اونهایی که الان در تیم ملی هستن کشتی‌های محلی میگرفتن و با کشتی لوچه و کشتی پاچوخه شروع کردن و اومدن گرایش پیدا کرده به آزاد و فرنگی و تونستن پشتوانه‌های بسیار بزرگی بشن. پس کشتی محلی نه تنها بد نیست بلکه فوق‌العاده خوبه، ضمن که آیین و سنت و باید حفظ بشه. خیلی خوب، خیلی خوب. خیلی سپاسگزار هستم از اینکه معلومات خوب را کردین. از پیران صاحب در رابطه با این میشنم که آیا سلسله حضور مربیان خارجی در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد؟ انشالله. فکر میکنم که ما ارتباطات خوب با کشورها گرفتیم که در بخشای داوری و مربیگری و ارتقای ظرفیت مدیریت ما را همکاری بکنن و در کنار ما باشن که ما ورزش ما بتانیم، قسمی که آقای آرتود گفتن، در جایگاه بازی های المپیک آخرین میراج یک ورزش است که مدالای المپیک داشته باشه. با مو آرزو و با مو هدف روان هستیم ما انشالله که بتونیم دستاوردهای خوب در کشتی جهانی همچنان داشته باشیم و قهرمانای افغانستان به همیشه زحمت کشیدن، همیشه رخریزی کردن. من قلبا سپاسگزارشون هستم، به خاطر افغانستان نازنین و به خاطر ملت بزرگ افغانستان زحمت میکشن و از مسئولین عزیز همچنان سپاسگزار هستم. برای مدیریت بهتر خود کشتی افغانستان چی لازم است که باید مسئولین انجام بدن تا بتونیم شاهد روزهای خوب در بخش کشتی باشیم؟ بله، اولین اتفاق باید در فدراسیون های کشور بیفته، یعنی هر چقدر ما کمیته هامون فعال بشه اتوماتیک بار از رؤسا و دبیر کم میشه و کمیته ها فعال میشن و نبض تبنده کشتی میشن. حالا البته ما کمیته هایی داریم، کمیته مربیان، کمیته انضباطی، کمیته داوران، ولی این کمیته ها هر چقدر فعال بشن اونها میتونن بازوهای فدراسیون باشن و بتونن کمک های بیشتر بکنن. پس یه بخشش ساختار خود فدراسیونه. بخش دوم مسائل مالیه که بحث اگر فدراسیون یا
سازمان ورزش بتونه اسپانسرهای حالا نهادهای دولتی، نهادهای خصوصی، شرکت‌های خصوصی رو به کار بگیره به طوری که بتونن به واسطه مالی که یکی از مهمترین ارکان فعالیت مسائل مالی، اگر این مسائل حل بشه به طور حد میتونه بسیار بسیار موثر باشه. خیلی خوب، خیلی خوب. آینده کشتی افغانستان را در کجا می‌بینید اگر به این شیوه ادامه بکنه، اگر تغییر نکنیم؟ عرضم بزرگ شما که من اول تحول رو دارم میبینم و تحول لازمه پیشرفته. خیلی خوب. ولی این تحول باید با برنامه، تدبیر و مشاوره باشه. پیامبر ما صاحب شریعت دین مبین اسلام با همه درایت و با همه فهم و درک و ادراکی که داشت مدام مشاوره میکرد و این مشاوره ذات انسان، ذات دین ماست. و امرهم شورا بینهم. بله، دقیقاً اشاره در قرآن هم به این موضوع شده و اهمیت شورا و مشورت رو داره. من مطمئنم که فدراسیون با مشاوره گرفتن و مشورت گرفتن از پیشکسوتان این ورزش میتونه اگر کجروی یا اشتباهی احیانا داشته باشه اصلاح بکنه و تجربیات دیگران استفاده بکنه. ولی یکی از راههای رسیدن به حرفه‌ای‌گری اینه که الگوهایی از کشورهایی که صاحب ترقی هستن، صاحب عنوان هستن، مثل کشورهایی مثل روسیه، مثل ایران، مثل ترکیه، اینا امریکا، ببینیم که اونا چه کار میکنن، چه برنامه‌هایی دارن، تا حدودی که شرایط اجازه میده از اون الگوها استفاده کنیم. چون الگو گرفتن خودش یک متدهای خوبی برای پیشرفت که کم اشتباه باشیم و سریعتر بتونیم به سرمنزل مقصود برسیم. خیلی خوب، خیلی خوب. من میخوایم از جناب حیران صاحب همچنان این نظر را داشته باشم. اگر این سلسله ادامه پیدا بکنه، آیا مخالیگاه ها پرکاری خواهد شد و چقدر زمان طول میکشه که ما شاهد صفحه جدید کشتی افغانستان باشیم؟ زنده باشین. ورزش یا مدیریت و اقتصاد با هم وصل هستند. زمانی که مدیریت خوب داشته باشی، اقتصاد خوبم نداشته باشی مشکل است. زمانی که اقتصاد خوب داشته باشی، مدیریت خوب داشته باشی هم مشکل است. ما انشالله که در قسمت اقتصاد یک ذره سر پای خود استاد شویم. قسمی که آقای آرتود گفت اینجا کمیت است و کیفیتشان پیدا میشه. انشالله ورزشکارا داریم، ذخیره ورزشی فراوان داریم و روز به روز علاقمندا بسیار زیاد پیدا شده میرن که به اصطلاح کلب‌ها یا باشگاه‌های خوبه معیار ساخته میرن، شرایط خوبتر و بهتر برای ورزشکارا. تاجر ما هم توجه برای ورزش ما کم کم طرفدار به کشتی شدن و روز به روز بهتر شده میره. امیدوار هستیم که به زودترین وقت بتانیم ما شاهد مدالای رنگین بر کشورهای ما باشیم. شاهد لیگ کشتی افغانستان خواهد بودیم در آینده نزدیک؟ انشالله یک لیگی که با تلویزیون طلوع مووی گروپ که از اونا قرارداد شده، فکر میکنم که قریب شاید تو شروع شده و لیگ شروع شده و لیگ های دیگه هم زیر دست است که مسابقات انتخابی پیش رو داریم که قریب مسابقات نوجوانان و جوانان که با شرکت تیم‌های ولایت شما مشاهده میکنید. دیگه برنامه ها هم از نظر درست. با امید موفقیت هرچی بیشتر قهرمانای ما و همچنان از کشتیگیران افغانستان. و اگر داخل افغانستان بودین تا چند هفته کجا سفر خواهد کردین؟ از ولایت افغانستان همیشه شنیدین و حتما پلان داشتین در ذهنتان که باید به اون ولایت برین. کدام ولایت برین؟ والا افغانستان به لحاظ قدمت تاریخی و بناها و منابع زیبا و منظرهای زیبا هر جاش که برید قشنگه و من مطمئنم که هر جای افغانستان ما بریم خالی از لطف نیست و زیبا و جذاب. خصوصا قومیت ها، فرهنگ ها، حتی لباس ها، همه اینا میتونه جذابیت داشته باشه. من هیچ تعصبی نسبت به هیچ قومی یا هیچ جای خاصی ندارم، ولی مطمئنم که هر جا برم برام جذاب و جالب خواهد بود و اگر خدا توفیق داد که مجددا به توافق رسیدیم و ادامه همکاری دادیم، حتما من برای بست کشتی به استانهای مختلف خواهم رفت و انشالله تلاش میکنیم که عدالت اجتماعی رعایت بشه. چون وقتی که ما در مورد بیت المال صحبت میکنیم، بیت المال مال همه استان هاست. پس ما باید سعی بکنیم که سایر استان هم درگیر بکنیم تا انشالله به حرفه‌ای‌گری برسیم. الان قطب اصلی کشتی بیشتر کابله، در حالی که ما میتونیم غزنی هم یه قدرت بکنیم.
پروان هم میتونیم، هرات هم میتونیم، بلخ هم میتونیم. اینها هر چقدر قوی بشن رقابت تنگاتنگ میشه و جذابیت میشه. ضمن که ضیافت و دیدار ما هم از این شهرها انشالله بیشتر خواهد شد. خیلی خوب، خیلی سپاسگزار هستم جناب محمد رضا آتوت، مربی طلایی که از کشور ایران اینجا حضور یافتین. شما برادر ما هستین. قربان شما. افغانستان خانه دوم شماست، همیشه آمده میتونین و خانه مشترک ما افغان هاست که همیشه ما برادرای خود جا دادیم و شما برادر ما هستین. محبت. همه مسلمان ها با هم برادر هستن و همیشه بیاین مهمان افغان ها باشین، همیشه خانه خودتان است و سپاسمند حضورتان در افغانستان هستم. تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین و پیام شما را هم داشته میتونیم. بزرگواری شما. بنده متقابلا از جناب عالی که این فرصت رو به بنده دادید تشکر میکنم. امیدوارم که حمایت‌های تلویزیون شما از کشی و انعکاس خبری بیشتر باشه تا انشالله جامعه ورزش اخبار شیرین، اخبار دلچسب و اخبار خوشایند بشنون و بدونن که این فدراسیون و این کادر با تلاش هایی که داره میکنه رو شبان روزی انشالله بتونه اخبار خوبی و نوید بده و خبرهای خوش باعث دلشادی مردم بشه. انشالله. من یه پیشنهادم به شبکه شما میکنم. ما در کشورمون آموزش فنون کشی رو به صورت تلویزیونی پخش میکنیم تا بتونن شهرهای دیگه هم استفاده بکنن. مناطق یعنی سیطره فقط در حد باشگاه یا استان نشه بلکه در سطح کشور بشه و این میتونه یه پیشنهاد خوبی باشه. بنده با افتخار بدون هیچ هزینه‌ای فقط به خاطر خدمتگزاری مایلم که این طرح برنامه به شما بدم که ما آموزش فنون و تکنیک ها رو بتونیم به صورت تلویزیونی در اختیار جوانان و علاقمندان بدیم و خودش یه بستر و علاقمندی میشه که اون نیروهایی هم که جذب نشدن انشالله سبب بشه که جذب بشن و تقویت و قدرت این ورزش در کشور بیشتر بشه. خیلی سپاسمند هستم. تشکر از نظرتان، تشکر از لطفی که کردن و آمدن. تشکر از حضورتان. بخیر و عزت باشین. سپاسمند حضور شما همچنان هستم آقای ایران و تشکر از تلاش‌های همیشه که به خاطر ورزش افغانستان کردین. سلامت باشین. صحت و سلامت باشید. تشکر که وقت گرانبهایتان در خدمت ما گذاشتید. سلامت باشین.